هر کسی که اگر در دنیا از دست فرزندهای خود و از دست دخترهای خود آزار میبینند، باور کن در این سخن باید شک نباشد اینها در پدر و مادر شاید که خدمت نکرده باشند، شاید که در پدر و مادر خدمت نکرده باشند که امروز فرزندهای اونها چیکار میکنند؟ اونها را لطقین میکنند. زیرا بین قصه میکند، یک مرد میگد آمدم میگد نگاه کردم در یک کوچه که یک موی سفید را یک مرد لطقین میکرد، میزد. موی سفید میگد در زمین بود. چگونه یک کار به انصافانه است وقتی ما و شما اگر یک موی سفید در زیر کوفت و لغتی اگر یک جوان بینیم، برای ما و شما خیلی نفرت آور است، زیرا نخواه موی سفید در زمین یک جوان به سوی او دست میکشد. این جوان میگه نگاه کردم راستی بار خیلی غضبناک شدم و نزد اون موی سفید رفتم، میگه و اون جوان تله کردم، گفتم این چی کاری به انصافی است؟ از خدا نمیترسی؟ این موی سفید کی هست که تو اینقدر عذاب و مشقتش میدهی؟ موی سفید میگه از زیر زمین به پشت زده بود، به سوی من میگه اشاره کرد، گفت ای دادر گو خوش به حال تو، گفت خدا ترا رحمت و مغفرت کند، لکن این گفت از بالای من کنده نکن، بگذار مرا لطقین کند. گفتم چرا؟ گفت زیرا همین مکانی که الحال این بچه بر من لطکوب میکند، این بچه بیگانه نیست، این بچه من است. در همین مکان من پدر خودم همچنان زده بودم، پدر خودم من همین خیل معامله در همین مکان کرده بودم، امروز حاصل او را از فرزند خود دیده است. رسول الله میگوید کما تدین و تدان. این سخن حضرت عیسی است. رسول الله ذکر کردند چگونه ای که معامله میکنی همچنان معامله را انتظار شو، چگونه ای که معامله میکنی همگونه معامله را چکار کن؟ انتظاری کن. اگر امروز تو ظالم باشی ان شاء الله از خدا باوری دارم وعده خدا حق است که تو در دست یگان ظالم دیگر گرفتار میشه.